اگر الان اینجایی یعنی خسته‌ای. یعنی انقدر فکر و خیال کردی که دیگه مغزت کشش نداره. انگار به یک بنبست بزرگ رسیدی و هیچ کس هم درکت نمیکنه. اما این ویدیو اتفاقی جلوی چشمت نیومده. کارهای دنیا رو چند ثانیه تعطیل کن، چشمهات رو ببند و فقط به این ندای آرامش بخش گوش بده. به کلامی که تمام دردهای این دنیا رو آروم میکنه. توی سوره اعراف یه گنج بزرگ پنهان شده. آیه‌ای که مثل یک پناهگاه امن وسط تمام طوفان‌ها و دلشوره‌های زندگی به دل آدم امنیت میده. در آیه 196 خدا راز آرامش واقعی رو بهمون یاد میده و میفرماید: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. معنی این آیه چقدر قشنگه. میگه سرپرست، صاحب اختیار و وکیل من فقط خداییه که این کتاب رو فرستاده. همون خدایی که خودش هوای آدمهای صالح رو داره و کارهاشون رو به عهده میگیره. ببین، راز بزرگ این آیه اینه: وقتی تو کارهات رو، نگرانیهات رو برای آینده و تمام گره‌های زندگیت رو به او میسپاری، دیگه نیاز نیست نگران هیچ چیزی باشی. چون تو سرپرستی داری که هیچ وقت شکست نمیخوره و محال وسط سختی‌ها پشتت رو خالی کنه. فقط کافیه کار رو به خودش بسپاری. همچنین توی آیه 156 همین سوره خدا یه جمله دیگه میگه که قلب آدم رو لمس میکنه. اونجا که با اباحت و مهربانی میفرماید: ورحمتي وسعت كل شيء. یعنی رحمت و مهربانی من همه چیز رو در بر گرفته. دقت کن. خدا نمیگه رحمت من فقط برای یک عده خاصه. میگه وسعت مهربانی من از هر قصه، از هر تاریکی و از هر بنبستی که توش گیر کردی بزرگتره. پس چطور ممکنه تو رو توی قصه هات رها کنه؟ محال دلت رو به این رحمت گرم کنی و دست خالی برگردی. و در نهایت، در آیات پایانی سوره اعراف، خدا فرمول زنده نگه داشتن این آرامش رو در قالب یک راز شبانه بهمون یاد میده. در آیه 205 میفرماید: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. خدا به من و تو میگه و پروردگارت رو توی دل خودت با تضرع، با اصرار و درگوشی صبح و شب یاد کن. با صدای بلند نه، آروم و درگوشی باهاش خلوت کن و از کسایی نباش که یادشون میره خدا چقدر بهشون نزدیکه. راز آرامش این سوره همینه. اینکه یاد بگیریم ته خط، وسط تنهایی ها و دلشوره ها، چند دقیقه چشم هامون رو ببندیم و آروم توی دلمون بگیم: خدایا، من کارم رو به تو سپردم، چون رحمت تو همه چیز رو گرفته و تو برای من کافی هستی. اگر این راز امشب به دلت نشست و تکه‌ای از غمهات رو برد، این ویدیو رو لایک کن و کانال راز سوره ها رو سابسکرایب کن تا همیشه این پناهگاه امن همراهت باشه. و توی کامنت ها برام بنویس: یا رفیق من لا رفیق له، تا یادمون بمونه وسط همه تنهایی ها ما فقط خدا رو داریم.